یعنی والبریست هستن بافی رو میدونین همونجا کتاب قرآن من یعنی فرمایش دادن و آوردن. بعد چند یک رفیق هم دید در جای خرید کردگی من در اون یعنی برنامه که من از قرآن فرمایش داده بودم و گرفتم از اون مطالعه میکردم. اون باید دوست رفیق من یعنی دشنام داد که برای چی این چیا زکات میدیم، مقصد در این اسکلت های این والبرس و غیر دینا این بارم میگیرن، نا احترامی میکنن و حرس میمونن. مقصد آیا همین چی میشه؟ یعنی از همین جاها کتاب قرآن زکات کنیم. اونها اوپاکوفکا میگن که استاد آیا در اون کروبکچه ها میبینن میگید از اسکلت دو به اسکلت، اسکلت به اسکلت و مسلمان و غیر مسلمان یعنی جا و جا میکنن و دستفکه میکنن و شاید نا احترامی شود. چی میشه استاد؟ بهتر است که قرآن از همون مسجدها و مغازه هایی که خاص کتاب های دینی میفروشد از همونجاها خرید، برای آنکه صاحبان مغازه ها که مسلمان هستند احترام قرآن را به جا میبیارند. قرآن را به طهارت قاپیدن برای یگان کس ممکن نیست، نه برای مسلمان نه برای غیر مسلمان. و اینچنین وقتی که در کرابکه ها باشد، مثلا به بالای کرابکه قرآن دیگه کرابکه های چیندن درست نیست و این چیزا شاید رعایت نشود از جانب غیر مسلمان ها. این چونین مثلا من بعضی مصحف ها رو دیده بودم، در روی مصحف در روی قرآن یک سلفنی علاهیده دارد و اینجا کلید دارد، یعنی حتی فروخته شدن با سلفنش فروخته میشد تا اینکه به طهارت و به طهارت آدم ها نقفد. الله یمس القرآن الا طاهرون، پیامبر صلی الله علیه و آله مکتوب نوشتن که یگان کس قرآن به طهارت نقفد. و این چنین سفر کردن با قرآن به دیار غیر مسلمان ها مسئله هست که نهی آمدگی هست. برای چی؟ برای آنکه احتمال هست که حرمت قرآن پایمال شود. این اکو پیشی راهش به فکرم گرفته نمیشد از سبب آنکه دولت ها یعنی قانون اسلام رعایت نمیکنن، بنابراین پیشی راهش گرفته نمیشد. اگر طلبات نشود و هیچ کس نخرد بعد یعنی چی کردنش ممکن، لیکن کن دستافکه که میبیاد به هر حال حرمت قرآن پایمال میشد و الله المستعان.